یک سوالی اومدگی بود وقت گنجایش نداد. عالم سوال جواب میدیم. در بانک امانت ماندن جایز است یا نه؟ آدمی هست که با فایز پول میدهد گناه می نه. البته در بانک پول مونده فایده بردن حرام است، ریبا میشه و پرسنت. این چنین خدا خواهد انشاءالله آدمی که خدا خواهد پرسنت کتی پول میدهد این هم حرام است. پرسنت که آگاه باشم کسی که کار میکند به دوزخیه و نماز نخونه میشه. کسی که پرسنت کتی کار میکنه از روی پرسنت زندگی میکنه نماز نخونه، زندگیش حرامه. گوشتی خوب نه حرامه، خیرات شه، احسان شه، حج شه، هیچی الله قبول نمیکنه. تا خدا برای پرسنت حرام خرید دنیا رو نافرید. الله سبحانه و تعالی من شما را برای حلال زندگی کردن آفریده. این موضوع خیلی کم تمام برداریم، اکثر مردم رو جمع زدگی دم. ریبا سودخوری حرام است. استعیذ بالله سوره بقره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و حلل لکم البیع و حرم الربا. خدا میگه ما برای شما حلال کردیم سودا را و حرام کردیم انشاءالله سودخوری پرسنت. برای این کسانی که پرسنت میتیان مسجد نیاد مبادا فهمیدد مونم خدا خواهد انشاءالله الله در کابینت را در قطیب گام میزنم. خدا خواهد من پول نشیاره خدا خواهد پرسوجی میکنم کدام بچه های نماز خونه که پرسنت کتی زندگی میکرده باشی لوچی نیاد نماز. تو مسلمان نیستی. اگر پرسنت طلاق داری کافر زن طلاق هست. یاد داره فرمان خدا این کار کردن خدا خواهد انشاءالله. تا خدا برای حلال زندگی کردن آفریده. این دست بیاید خدا خواهد برادر و قومانده لیلا یاردم کرد. خدای تعالی خدا خواهد نمازم قبول نمیکنه، عبادتم مسجدم بند نکنه. لوچی توبه که انشاءالله خدا خواهد کسانی که داداشی گذرش گرفتاشی در روی خدا کم بغلان خیرش که توبه که برگرد الله بخشد. پیامبر صلی الله علیه و آله که اگر در کدام قوم و جمعیتی که دو چیز آشکارا میشوند، دو چیز خدا خواهد مشهور میشوند، یکیش زنا و یکیش ریبا، میگد برای حلاله که آفتی الله باله بیاد. همین بلای خدا خودت نخرم خودت. خدا هزار خیل درد بده انشاءالله خدا خواهد. اون پلی گرفته ایت خدا خواهد فقط داری پلی میکنی. خدا خواهد بچت آفت نبینه میموره میشکنه اجاش زنت بلا میزنه عند سرش میکنی حیاتت خزون میشه. الهی دنیا بشه لیکن در آخرت خدا خواهد جا دوزخه. از الله ترس این کار نکه خدا خواهد انشاءالله. بالا جورت باشه رسولش بگوش مسئله همین شید. از خدا ترس، حرام نخون، زندگی حلال کن، پیشگاهی الان درجه یا خدا خواهد انشاءالله. این دنیا نم خور میشه، همه نعلت میگن. همه کسانی که پول میتی انشاءالله خدا خواهد روزی نیست. من یک بچه را میدونم کدام مسجدی ما شما نماز میخونه، زنش بیچاره 8 سال پرسنت داده. بیچاره 8 سال. زنش میگه زندگی مکنه می فلان مونده افته فوس نمی او بدبخت نتیمی گور سوزه فلان شوا ها کذا دعاهای بد کرد رفت و حرامه گوشتی خوبه. 73 گناه داره. این پسترین گناهش مادر کتی زنا کت برابره پرسنت خورد. برای با هم مادر خواره که پرسنته یا خیلی گناهش. از الله ترس. برای من توبه کن شاید الله رحم کنه خدا خواهد انشاءالله. خدا دنیا داده در روی خودته کم بغلان نوازش که الله یک سنده 700 سنتیه و یک قوله به یک احسان 700 خدا بخشد از فضل به حد. خدایت اخریب الله گفت ای جان چرا نبخشید در راه حق احسان. تو میمیری احسانت نمیرد ز تنگی های محشر دست بگیرد. انشاءالله خودت میمیری اما خیرهای کرگیسی در دنیا نمیبرد که پرسنت گور میزود.
خواهد علاو میشه مور میشه کجد میشه در گورم خونه میره چون چیزی که خدا حرام کرده هیچ کس به حلال کردن حق نداره نه عالم نه مفتی نه خلافت زورش نه اولیا نه حافظ قرآن هیچ کس زید خدا برمده نمیتونه که زید خدا میبره کافره برای همین آگاه باش توبه کن انشاءالله خلافت برگرد امروز وقته غنیمت اینه که روزی میشد خلافت این توبت الله قبول نمیکنه برای همین مسلمان حلال زندگی که حلال خلافت بیزنس کن تیپل تا خلافت مزاربه نته شریکی کار کن پرسنت نداره کسی که با پول میتی خلافت انشاءالله $10,000 کار که اگر میگوه که هر یک ماه من یک خطا حدود کرده میتی بینم پرسنت یاد نبود پول میتی لیلوه میگیدش یک سلطان یک سونیگی یاردم کنیم پرسنته یاد نبود گیریو کار فرمیو خلافت بعد فایده گتا ماشینه کار کرده بعد $100 پوش کردیم مشتی خوب نبود بنابراین مؤمن همیشه در حالت دشوارش وزمینش عادی یاردم میکنه خلاص ایلا از الله ترسین خلاص جزا مقرره این دنیا اونم میتید انشاءالله خلاص پیشگاهی الله اونم البته جزا را میگیری